Hi to everybody. Welcome to the class. I'm Faranak Ebrahimi, your English teacher in this course. I'm in English for Iranian tourist guides, and we will learn more about this book. And I hope at the end of the teaching, you'll be successful in this course. So the first, I will explain about something. It's necessary that you know about this book. And it's so easy. If you study some hours and you practice the new words, you can pass it. Yeah. Just now I explained Farsi too. And don't get stressed. Be calm. سلام دوستان عزیز، فرانک ابراهیمی هستم، مدرس زبان انگلیسی تخصصی شما. امیدوارم که چیزی که با هم دیگه میخونیم براتون مفید باشه. از کتاب English for Iranian Tourist Guides نوشته آقای کوروش اسفندیار. این کتاب مطالبی رو که توضیح میده توی بخش‌های مختلف. بخش‌های این کتاب رو براتون یک توضیح اجمالی میدم که قراره چه چیزایی رو مطالعه بکنید و یه توضیح فارسی کوتاه هم میدم خدمتون. توی چپتر 1 Tourist Guiding What means راهنمای گردشگری. این بخش در مورد راهنمای گردشگری صحبت میکنه و در واقع یک اینتروداکشنی داره روی tour leader or tour guide. What's the difference between tour leader and tour guide? And interpreter guide services for cultural and heritage tourism. What means خدمات راهنمای مترجم برای تورهای فرهنگی و میراث. How to guide successful tours. چگونه تورهای موفق رو راهنمایی کنیم، راهنمای نوع تورها باشیم. The code of guiding practice. آیین‌نامه‌های راهنماهایی که استفاده میشه برای راهنماها. دوستان من در مورد محتوای این کتاب الان دارم توضیح میدم و هنوز متن رو شروع نکردیم. توی بخش اول ما در مورد راهنمای گردشگری صحبت میکنیم کلا. چپتر 2 یا همون فصل 2 ما History of Persia در مورد تاریخ ایران صحبت میکنه و در مورد ایران باستان، ایلامی ها، امپراتور مادها، هخامنشی، اشکانیان، ساسانی، سلجوقی، چنگیزخان، تیمور لنگ، در مورد اینا صحبت میکنه و البته خیلی مختصر، خیلی به صورت تکمیلی نیست. شما اگر اطلاعات بیشتر بخواید باید منابع دیگر رو برای تکمیل اطلاعاتتون استفاده کنید. خیلی خلاصه مطرح میکنه. چپتر 3 یا فصل 3 در مورد اساطیر ایران صحبت میکنه که بعد به جزئیاتش میپردازیم. چپتر 4 در مورد معماری ایرانه. چپتر 5 در مورد جاهای مختلف ایران که ثبت شده در میراث جهانی یونسکو و در مورد چاغاز انبیل صحبت میکنه، میدان نقش جهان صحبت میکنه، تخت سلیمان صحبت میکنه، بیستون، پاسارگاد، به قول انگلیسی and so on و غیره که بعد با هم دیگه انشالله میخونیم. چپتر 6 در مورد اموال فرهنگی ایرانه. یعنی چی؟ شامل چه چیزی میشه؟ مثل فرش ایرانی، سفال، باغ‌های ایرانی، زورخونه ها، مینیاتورهای ایرانی و غیره که بعد در موردش مطالعه می‌کنیم. چپتر 7 در مورد آشپزی